باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جانی منو صد همچو من، قربانی تو قربانی تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جانی منو صد همچو من، قربانی تو قربانی تو. من که سری آزادگی از چرخ و سر پیچیدم، من که سری آزادگی از چرخ و سر پیچیدم، دارم در بندگی سر بر خطی فرمانی تو. باز آمدی ای جانی من، جان ها فدا ای جانی تو، جانی منو صد همچو من، قربانی تو قربانی تو. امشب اگر مرغی سحر خانه درود میخوانم، امشب اگر مرغی سحر خانه درود میخوانم، چون بارها بربستنم با در شب هجرانی تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جانی تو، جانی منو صد همچو من، قربانی تو قربانی تو.
ای دوست و دست غم را بگیر. مگذار از پا فتم ای دوست و دست غم را بگیر. روی منو درگاه تو، دستی منو دامان تو، باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو. جانی منو صد همچو من، قربان تو قربان تو قربان تو قربان تو قربان تو قربان تو. تشکر. خیلی منطق میگوید جهان نیست که برون از ضرب و موسیقی باشد و این را بارها فرهنگ موسیقی آفر، موسیقی دوستدار، مدنیت موسیقی پرستی ما اثبات تاکید کرده است و از اینجاست که ما مردم تاجیک هر صبح خود را با شنیدن همین گونه ترانه های دلچسب و با گوش دادن همین گونه موسیقی های جهانی جنبست میکنیم و از این رو برنامه نوبتی خاطره ها نیست این شام شما را رنگین میکند روی اکران های شماست. سلام دوستان، البته ما امروز از این منبر خواستیم که باز هم بازخوانی شود آن سرودهایی که همگان دوست می‌دارند و همگان همیشه گوش می‌دهند، سرودهای ماندگار، سرودهای هنرمند نامی و چهره ماندگار صنعت احمد ظاهر. اینچنین برد دیگری برنامه در آن خواهد بود که اگر ما چهره آشنا را به استودیوی خود دعوت نماییم، زیرا در برابر آوردن یک ایجادیات خاصه اینچنین ایجادیات نو به نو را منظور ما می‌سازند. یک صحبت دلارای خواهند آراست، البته دوست ما شاعر، روزنامه‌نگار، اینچنین عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بختیار رحمانیان، اینچنین سراینده آوازخوان خوش سلیقه و خوش صدا سفرعلی سفرов با اهل ایجادکاران، با اهل نوازندگان خود خوش آمدید. خیلی گفتم امروز ما سرودهای آن نفر را بازخوانی خواهیم کرد و باز هم به خاطره های خود، به دفتر خاطره های خود دست خواهیم زد که این نفر از سال 1972 تا پایان عمر خود سزاوار جایزه خواننده بهترین سال که بهترین جایزه بود در افغانستان سزاوار گشتند و ما امروز باشد به سرودهای ایشان می توانیم که عنوان سرودهای بهترین دور و زمان را دهیم. بله، درست است. و البته بیاید آن سروده که در اول منظور بیننده گردید با نام باز آمده ای جان من یک صحبت خوب آرایم که چگونه مثلا خاطره ها دارید از این سرود شما نیست. نخست سلامی گرم و صمیمی خویش را به جمله بیننده های سفینه میرسانم و اگر در مورد سرود باز آمده ای جان من، جان ها فدای جان تو اگر بگویم، واقعا این سرود یکی از سرودهای جانانه احمد ظاهر است. این سرود هست که با شنیدن این سرود روح کس آرامش پیدا میکند و این بر اساس غزل پارسا، یکی از شاعران بسیار معتبر آن دور ایجاد گشته است و آهنگ این سرود را شاه ولی، یکی از آن شخصیت هایی که در آن زمان سالها با احمد ظاهر کار کرده، فعالیت کرده و بیش از 30 سرود احمد ظاهر آهنگ بسته است. آهنگ این سرود بسیار مشهور آن کس ساخته است و یک سرود بسیار زیبا است که شعرش بر سبک غزل است. از روی بهادهی به شکل شعری این یک غزل بسیار زیبا است. باز آمده ای جان من، جان ها فدای جان تو. و این یک غزلی هست که با وسیله قافیه هایی که در این غزل هست میتوان زیاد سرود، زیاد شعر گفت، اما احمد ظاهر
انتخاب کرده 8 مصرع این غزل زیبا را و بزرگی و شهامت احمد ظاهر هم در همین بود که او میتوانست از میان یک غزل کامل یک مصرع‌های را برگزیند که شایسته آهنگ بستن است. واقعا این یک آهنگی هست که نه تنها روح را نوازش بلکه آرامش میبخشد و در این برابر نوابسته از آن که کس از همان دایره صنعت است، موسیقی هست یا نیست، حتما که زیر لب زمزمه میکند و این را ما مشاهده کردیم هنگام ثبت. و آن سرودهایی که امروز در این منبر بازخوانی می شود منظور بیننده می گردد همین گونه سرودهای از همدیگر خوبتر، از همدیگر بیشتر دلچسب می باشد و باز هم اطراف سرود دویم می گفتید که کدام سرود را انتخاب کرده؟ خب از احمد ظاهر انتخاب کردن و در یک برنامه بسیار که وقتش محدود سرودن بسیار کاری مشکل است. مثلا میانی تقریبا حدود 300 سروده که احمد ظاهر پیشنهاد کرده است، پیشنهاد کردن سرودها که همه ترانه های احمد ظاهر عینی حال اون سروده که پیشنهاد میگردد یک غزل بسیار زیبا است با نام زیسنگ نیست قلب من بیا که آب می شود. یک غزل بسیار زیبا هست، یک غزل عاشقانه است، ندای قلب یک عاشق است که التجا میکند به یار خویش که بیا که این قلب من از سنگ نیست میگوید تو بیا که این قلب من آب میشود. یک غزل عاشقانه است که آنهایی که عاشق گشتند و آنهایی که طی کردن مرحله های عشق و عاشقی را این احساس میکنند. البته ما نیز امیدواریم که آن نفرانی که عاشق هستند پس از شنیدن این سرود عاشق‌تر خواهند شد، آنانی که عاشق نیستند پس حتما عاشق میشوند. عاشق سرودهای امروزه ما. بله. سنگان است قلب من بیا که آب می شود زیر سنگان است قلب من بیا که آب می شود مزن شرارش از جفا ببین کباب می شود مزن شرارش از جفا ببین کباب می شود خدای را ترحم مرا کی به تو عاقبت خدای را ترحم مرا کی به تو عاقبت بینای زندگانیم زیغم خراب می شود بینای زندگانیم زیغم خراب می شود زی سنگان است قلب من بیا که آب می شود زی سنگان است قلب من
بیا که آب می شود مزن شرارش از جفا ببین کباب می شود مزن شرارش از جفا ببین کباب می شود گه زیراهی دل بری تو بهترین بهتران گه زیراهی دل بری تو بهترین بهتران سراغی دل شکستگان به جو ثواب می شود سراغی دل شکستگان به جو ثواب می شود زیستن و نیست قلب من بیا که آب می شود زیستن و نیست قلب من بیا که آب می شود مزن شرارش از جفا ببین کباب می شود مزن شرارش از جفا ببین کباب می شود مزن شرارش از جفا ببین کباب می شود تشکر. واقعا یک سرود بسیار هم جالب بود که با همان گونه که گفتیم تابش‌های خاص پیشنهادی ما گشت. سپاس میگوییم برایتان و اگر از سرودها و ترانه‌های ماندگار احمد ظاهر حرف زنیم نه تنها همین گونه یک آوازی خوب و خاصه داشت بلکه تازه کار بود. یعنی تازگی را دوست می داشت در ایجادیات و نخستین شده در سرودهای خود آهنگ‌های خود جا داد اسباب گویم سازهای موسیقی برقی را. بله بله. البته در این برابر باز هم گفتیم که از بین غزل ها تنها شاه بیت هایش را می گرفت استفاده میکرد. یعنی دید و سلیقه نازک و خاصه او نه تنها در همین موسیقی محدودیت داشت بلکه فراختر از آن باز هم با گویم چگونه سر و کار گرفتن متن ها را میدانست. بله. شعر را خوب درک میکرد. واقعا مخصوصا همین سرود زیسنگ نیست قلب من بیا که آب می شود. این سرود یکی از سرودهایی است که آهنگ خود احمد ظاهر است. احمد شاه ازهر یکی از شاعران بسیار معتبر اون دور این غزل را انشا کرده و احمد ظاهر بسیار با یک سلیقه خاص با یک ذوق بلند این آهنگ را بسته است و واقعا میان سرودهای احمد ظاهر آنهایی که دوره‌های گوناگون زندگی را سپری کردن یکی از دوست داشته ترین سرودهایی است که این همیشه میشنوند و به همون خاطر است که میگویند که احمد ظاهر صدای عشق است و دلتنگی. در لحظه های شاد بودن هم از احمد ظاهر میشنوند و در لحظه هایی که واقعا غمگینن از احمد ظاهر میشنوند. یک ویژگی آنهایی که در کشور ما با احمد ظاهر خوانی مشغول هستند همین است که می نوازند. درست. می نوازند در برابر این که می سرایند یعنی که کوشش میکنند که نوازند. مخصوصا اکاردیون اون اسباب برقی که در هند و در میان افغان بسیار معمول است و در مجموع
مطرب هم هستند، آوازخوان هم هستند. اون که هم مطرب هم آوازخوان است میتواند که موفق تر باشد در پیشنهاد سرودهای جذاب. درست است و اون نفرانی که پیروی مکتب احمد ظاهر باشند همین خصوصیت ها رو دارند. بله این چنین ما همین شام احساس کردیم که آواز سفریل سفرов هم نفسی داشت با ضرب های قلبی ما. بله. بگوید که اکنون دلیل های محبوبیت احمد ظاهر در تاجیکستان ما در چی است؟ در بین مردم ما او بیشتر چه خیلی خبر داریم، آگاهی داریم از غزل های تاجیک زبانان، یعنی ادیبان ما استفاده میکرد. عبدالله قادری، میرزا ترسونزاده، از ابوالقاسم لاهوتی. از ابوالقاسم لاهوتی تقریبا 17 نوع اشعار ابوالقاسم لاهوتی را در شکل سرود پیشنهاد کرده است که بسیار جذاب است و همه سرودهایی که از ابوالقاسم لاهوتی پیشنهاد کرده است به دل هر نفری که احمد ظاهر را دوست می‌دارد و عاشق سرودهای عاشقانه و جذابی آن کس است می‌نشیند. و من در ابتدای پاسخ دادن به این سوال شما می‌خواستم یک شعر نیمایی خویش را که در مجموعه اشعارم در دفتر اشعارم با نام متن سکوت نشر گشته بود در سال 2024 آن را میخوانم و بعداً مختصر در رابطه با سوالی که شما پیشنهاد کردید پاسخ میگویم. صدای میرسد از دور دوری ها، صدای کان چو پیغامی حیاتی جاویدان آید، چو یک مرهم دوا بر غم، گهی بر گوش دل آید، گهی بر گوش جان آید. نوای دلنشینی میرسد از دور دوری ها که دل را از بدی ها میکند طاهر. صدای کیست آخر؟ این صدای ناب عالمگیر، صدای احمد ظاهر. سرود کان مثال ریزبارانی به گوش شب صدا ریزد، با مضمون سرود خویش اندر شوره‌زار قلب انسان ها چو پیغام خدا ریزد. چو پیغام سعادت ها سرود احمد ظاهر که اندر اوج پرواز است، برای مردمان گشنه معنی و گویاتر ز صد راز است. در حقیقت برای مردمی که گشنه معنی هستند سرود احمد ظاهر گویاتر از 1000 و از 100 راز است و دلیل محبوبیت احمد ظاهر پیش از همه صدای جذاب اوست که دلها را می نوازد، وجود را سرشار فرح و سرشار شادمانی می کند. و امروز یک دلیل اساسی محبوبیت احمد ظاهر همین است که چون با یوتیوب وقتی سر میزنیم، با فیسبوک، اینستاگرام سر میزنیم، می توانیم صدها نمونه ثبت های پیدا بکنیم که از تاجیکان کسبی و غیر کسبی از احمد ظاهر خواندند. و استرادای تاجیک با حضور خویش مدیون احمد ظاهر می باید باشد که محض سرودهای احمد ظاهر و بازخوانی سرودهای احمد ظاهر از جانب بزرگترین ستاره های استرادای ما می تواند دلیل محبوبیت احمد ظاهر باشد که واقعا اونها محض به وسیله شناخت احمد ظاهر، خواندن ترانه های احمد ظاهر واقعا هم مشهور گشتند. و اگرچه احمد ظاهر همیشه چون از صحبت های دوستانی که از کشور ما اون سالها در افغانستان همچون ترجمان از بزرگترین
آوازخوان‌های ما و شاعران ما اونجا کار میکردن، نقل میکردن و میگفتن که احمد ظاهر همیشه آرزو داشت که بیاید به تاجیکستان و یک برنامه کنسرتی خود را پیشکش بکند به مردم ما. اما این آرزوی احمد ظاهر عملی نگشت متاسفانه. اما سال قبل فرزندی احمد ظاهر، رشاد ظاهر، با نبیره اون کس یاسین ظاهر آمدن در تاجیکستان، با روزنامه‌نگاران با مردم صحبت ها داشتن و در کاخ سروش یک برنامه بسیار با شکوه با اشتراک فرزند احمد ظاهر، نبیره احمد ظاهر برگزار کردیم. ما هم اونجا اشتراک کردیم و فرزندشان هم ابراز کردند که جریان احمد ظاهر خوانی در کشور شما از افغانستان بیشتر است. واقعا دلیل های جالب، دلیل های تازه را به ما اینجا افشا کردید و ما از آن شعر نیمایی که به نام احمد ظاهر شما ایجاد کردید باز یک دلیل دیگری محبوبیتشان را اینجا درک کردیم. این کس ببینید سرودهایی که این کس آفریدن در قرن گذشته بود ولی امروز هم باعث الهام نسل نو می باشد. و سپاس میگوییم برایتان، سپاس برای آن شعری که برامون قرائت کردید. و سرود دیگر نام دارد چون درخت فروردین پرشکوفه شد جانم. شعر از شاعر جهانی گوییم، شاعر نامی سیمین بهبهانی. بله. همین خیر. یک سرود بسیار جذاب است و اگرچه روحیه این سرود روحیه زنانه است واقعا، اما وقتی که احمد ظاهر اینو میخواند ما گرفتاری جذابی صدای او میشویم، دیگر این مشکل را فکر کردن غیر امکان است واقعا. و من فکر میکنم که امروز سفرعلی سفرو هم در درجه بسیار عالی این سرود رو پیشکش ما میکند و ما و بیننده هایی که این لحظه ها ما رو میبینند از شنیدن این ترانه زیبا لذت میبرند. پس ما نیز مشتاق شنیدن این ترانه هستیم. ممنون. چون درختی فروردین پرشکوفه شو جانم، دامنی ز گل دارم برچه کس بیفشانم. چون درختی فروردین پرشکوفه شو جانم، دامنی ز گل دارم برچه کس بیفشانم. ای نسیمی جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 لا.
پرمیان مهتابم در خموشی شبها، پرمیان مهتابم در خموشی شبها، همچو کوی پا بر جا سر بنه بدامانم، همچو کوی پا بر جا سر بنه بدامانم. چون درختی فروردین پرشکوفش و جانم، دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم. چون درختی فروردین پرشکوفش و جانم، دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم. ای نسیمی جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 La 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 la. کس به بزم میخواران حالی من نمیداند، کس به بزم میخواران حالی من نمیداند. زان که با دلی پرخون چون پیاله خندانم، زان که با دلی پرخون چون پیاله خندانم. چون درختی فروردین پرشکوفش و جانم، دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم. ای نسیمی جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 La 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 la. تشکر. واقعا این صدای این آهنگی گویم این شعر شوخ و مرغوب برنامه ما را رنگین کرد و احساس می شود که این لحظه های شام تماشاگری ما را نیز گوارا نمود. سپاس می گویم برایتان و اگر در بابت ایجادیات و گویم سرودهای احمد ظاهر حرف زنیم، بازم در برابر بازخوانی کردن این هنرمند مشهور و نامی، این چنین امروزها میبینیم که در بابت آموزش مکتب ناتکرارش تحقیقات ها بین گویم عالمان و همون دوستداران ساحه صنعت خصوصا موسیقی جاری است، یعنی در همین روند قرار دارد و شما نیز همچون یک گویم شاعر، همچون یک موسیقی دوستدار، این چنین همچون یک مخلص احمد ظاهر از این آگاهی داره. خب واقعا هم در مملکت ما جریان دوست داشتن احمد ظاهر یا احمد ظاهر خانی فقط با سرودن ترانه های احمد ظاهر محدود نمی شود و در تحقیقات و مقاله های فرهنگی و ادبی که محققان سایه فرهنگی ما نشر میکنند، جایگاه احمد ظاهر
دیروز و امروز هم بسیار بزرگ بود. سپاس باری دیگر. و آن سروده که باز هم در آخر برنامه پیشنهاد همگان میگردد. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. بله، در این بابت چی میگویی؟ من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. این یکی از غزل‌های بسیار عاشقانه سعدی شیرازی است. باید ذکر کرد که احمد ظاهر 33 سال زندگی کرده است، اما در این مدت زندگی کاری کرده است که یک مرد 100 ساله 150 ساله اون کار نتوانست بکند. درست گفتید و ما سپاس میگوییم برای همین گونه دلیل های عجیب، برای همین گونه صحبت صمیمی به شما دوستی عزیز. باری دیگر یادرس میشویم که در مهمانی ما قرار داشتن شاعر، روزنامه‌نگار، اینچنین عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بختیار رحمانیان و همچنین بازخوانی کردن برای ما سرودهای احمد ظاهر را آوازخوان خوش صدا و خوش سلیقه سفرعلی سفرف با گروه ایجادکاران، با گروه نوازندگان خود. باری دیگر خوش آمدید. سپاس که این شام ما را رنگی دیگر بخشیدید. نتوانم زدن از بی رقیبان، حال خبر در نتوانم زدن از بی رقیبان. این توانم که بیایم به محلت به گدایی، این توانم که بیایم به محلت به گدایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. بودم که بیایی غم دلبار تو بگویم، گفته بودم که بیایی غم دلبار تو بگویم. چی بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، چی بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. بکنندم که چرا دل با تو دادم، دوستانه بکنندم که چرا دل با تو دادم. باید اول با تو گفتم که چون این خوب چرایی، باید اول با تو گفتم که
چنین خوب چرایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی عهد بستن از آن به که ببندی و نپایی باید اول با تو گفتم که چنین خوب چرایی من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی